با سلام، با تدریس شیمی دهم در خدمتتون هستیم با هم بیاندیشیم صفحه 49. خب مامه میخوانه بگو کاک. خب با هم بیاندیشیم. آیا میدانی دو بخون؟ شاقی دیخم در شکل زیر تغییر دما و برخی اجزای سازنده هواکره بر حسب ارتفاع از سطح زمین نشان داده شده است. با توجه به آن آیا آیا روند تغییر دما در هواکره را میتوان دلیل به لایه بودن آن دانست؟ جواب من برو کاکا. خب همونطور که در شکل میبینید هر چقدر به سمت بالا حرکت میکنیم دمای هوا چی میشه کاریان؟ کمتر میشه مامه. آفرین، دمای هوا کاهش مییابد. یعنی بعضی جا اکسیژن زیادتره، بعضی جاها اون زیادتره. آره کاکه بیا رو بخون. آیا به جز اتم و مولکول ذره‌های دیگری هم در این لایه ها هست؟ هست کاکه؟ بله نگاه کن، در لایه‌های بالاتر یون وجود داره. خب شدو علت ایجاد آنها را توضیح دهید. علت نمیخواد بگم. علت نمیاد. خب دما و فشار هوا کاکه دواره تبیرین و دواره ناموسه. چه؟ قضیه که دواره بیرین. چه قضیه که دواره بیرین که؟ آفرین جواب بده. تدریسه که نیزه دما و فشار هواکره از جمله هوا بیتن بخون. دما و فشار هواکره از جمله نشانی نه از جمله عوامل مهم در تعیین ویژگی آن است. با توجه به شکل زیر مشخص کنید با افزایش ارتفاع سطح زمین فشار هوا چه تغییری میکنه؟ توضیح دهید مامه. خب همونطور که میبینید فشار هوا هرچی به سمت بالاتر حرکت میکنیم چی میشه مامه؟ کمتر میشه. آفرین مامه. هواپیما مثلا در چه فشاری داره حرکت میکنه؟ فشار اسموزی. آره اون هواپیماست بچه ها اون. خب مامه بیا لایه ها رو طبقه بندی کنیم. این تا اونجا 12 لایه اول اسمش چیه؟ کسفوراسفور. آفرین. خب 0 تا 12 کسفورسفور. خب 12 تا 25 تروسفور. 25 هم تا 50 گوزوسفور. 50 تا 75 مزوسفور. 75 تا 100 کیروسفور. آره 100 تا 500 مامه گالوسفور. خب با نام و یاد خداوند ویدیو رو تموم میکنیم. خداحافظ.